سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه. با موارد مهم در آدرس دهی در ترکیه استانبولی در خدمتتون هستم. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما به حمایت شما نیاز داریم. حتمی پیج رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که هر پستی گذاشتیم براتون بیاد. هر روز با پست‌های کوتاه در خدمتتون هستیم با اصطلاحات کاربردی همراه مثال‌هاشون و حالا روزهای شنبه و چهارشنبه هم با پست‌های بلند کاربردی در خدمتتون هستیم. حتما اینا رو در نظر داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ موارد مهم در آدرس دهی درس امروزمون. خب موارد مهم در آدرس دهی: ایلرله برو جلوتر. ایلرله. مورد بعدی düz git مستقیم برو. direkt git راست برو. همون حالا ایلرله düz git direkt git تقریبا به یک حالا معنی مفهوم هستن. از هر ستاشون استفاده میکنن. خب مورد بعدی نگاه کن. کاوشاک به معنی تقاطع هستش. معنی تقاطع میده. خب به ترتیب یک بار دیگه ازشون براتون تلفظ میکنم. ایلرله düz git direkt git کاوشاک. حتما اینا رو یاد بگیرید. بریم سراغ صفحه بعدیمون. خب صفحه بعدیمون سول یعنی تپ سا. وقتی گی نرمی که به صورت تلفظ میشه در آخر یک کلمه بیاد به صورت خیلی کوتاه تلفظ میشه. سا یعنی راست. خب مورد بعدی دön. خب دön به معنای بچرخ. مورد بعدی önünde یعنی روبرویش، حالا جلویش، روبرویش. خب مورد بعدی arkasında یعنی پشتش arkasında. مورد بعدی نوشته başında یعنی سرش. مورد بعدی yanında یعنی کنارش. یان به معنی کنار هست. یعنی حالا کنار یک حالا چیزی، حالا پارکی، حالا هر چیزی میتونه باشه. خب بریم سراغ یک مپ. روی یک مپ یا نقشه حالا این مواردی که گفتیم رو حالا بگیم. خب در روی این نقشه که حالا براتون آوردم به طور مثال یک حالا شهرک هست اینجا. می‌خوایم از یکی آدرس بپرسیم. اون حالا گوشه هست آدمکه. به طور مثال من هستم، دارم از یکی آدرس میپرسم یا حالا به یکی آدرس میدم. یکی ازم پرسیده حالا پلیس کاراکولو نرده. حالا کاراکول همون کلانتری پلیس میگه کجا هست. خب پس نگاه کن. به طور مثال من اون آدمکی هستم که اون گوشه هست. خب میگم حالا اون جمهوریت بولوار، اونو میگم حالا راست برو، مستقیم برو. بعد حالا به سمت پایین برو. پارک روبروی پارک حالا کاراکول یا حالا کنار استخر شنا هستش. خب نگاه کن. اینطوری میتونم بگم جمهوریت بولوارنı düz git یا direkt git. حالا بولوار جمهوریت رو درست برو، راست برو. کاوشاکتان از تقاطع، کاوشاکتان پسند میدم. کاوشاکتان از تقاطع aşağı dön به سمت پایین بپیچ. düz git مستقیم برو. حالا میتونم بگم پارکın önünde polis karakolu کلانتری در روبروی پارک یا yüzme havuzunun yanında polis karakolu vardı هستش. حالا خب کلانتری پلیس اونجا هستش. خب اینطوری هم میتونم بگم. خب پس خیلی راحت میتونید از اینها استفاده کنید، از این اصطلاحاتی که بهتون گفتم و در آدرس دهی خیلی کمکتون خواهد کرد. حتمی اینا رو یاد بگیرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتمی پیج سابسکرایب کنید. زنگوله رو بزنید که با کلی پست مفید در خدمتتون خواهیم بود.